آیا به واقعیت نغمه افغانستان در امریکا وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی نغمه در کشور امریکا فاش شده است. نغمه شوهر دومش به چه دلیل جدا شده است؟ رابطه عجیب و باور نکردنی نغمه با منگل بعد از چندین سال دوری. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه شاپیره افغانستان از ولایت زیبای کندهار. وی تا سن 6 سالگی در ولایت کندهار بود. وی به کابل برگشت و در مکتب رابعه بلخی تحصیلات دوره لیسه‌اش را به اتمام رسانید. نغمه از جمله موفق‌ترین، با استعدادترین و یکی از چهره‌های نخبه در هنر موسیقی افغانستان بوده است که صدا و سیمای نغمه در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاص خودش را دارد. نغمه را تمام مردم افغانستان میشناسد. آهنگ‌های بی‌بدیل برای هنر موسیقی افغانستان ثبت و نشر کرده است. خانم نغمه در سن نوجوانی با منگل ازدواج کرد، اما در سال 2006 از منگل جدا شد. رهسپار کشور امریکا در آنجا با پسر یکی از رهبران مجاهدین ازدواج کرد. نغمه با منگل آهنگ‌های بیشمار ثبت کردند که تاکنون در آرشیف رادیو تلویزیون ملی افغانستان ماندگار بوده است. نغمه جدیداً تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست شده است که وی وفات کرده است، اما اینها تمامش دروغ می باشد. نغمه زندگی خوش و آرامی را در امریکا دارد، فقط از شوهر دومش جدا شده است، ولی جدیداً مژده ثبت آهنگ‌های جدیدش را برای دوستداران و طرفدارانش داده است. من آرزوی سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگیم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای شما خوبان آرزو دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده کامیاب باشید.